به شیمئیل، راهو و هنون دوستان من درود بر شما. من زرقات ابلیس هستم. امروز درباره نحوه موکل دار کردن خاتم صحبت می‌کنیم. طبیعتاً موکل دار کردن خاتم انواع بسیار متعددی دارد و بسته به نوع خاتم، نوع سکونی که می‌خوایم ما قرار بدیم و اینکه خاتم یعنی خادمی که در خاتم هستش یا همون موکل چه نوع اعمالی میخواد انجام بده و این که اصلا موکل کی باشه و چه نوع باشه. آیا مثلا خادم مسلم باشه یا جن ارضی باشه یا از اون یا خدام علوی باشه. خب طبیعتا انواعش متفاوته و موکل دار کردن به طبع همین ویژگی ها خیلی متفاوت میشه و راه های زیاده. بعضی وقتا موکل دار کردن خب نیاز به بخورات خیلی سختی داره، بخورات گران قیمت یا الواح ذهب یعنی لوح طلا و نقره. اینها خب طبیعتا هم تهیه کردن اونها هم خرید اینها خب کار خیلی سخته. یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای موکل دار کردن خاتم به خادم مسلم، خادمی که ما رو کمک بکنه در زندگیمون، این روشی که اینجا نوشتم. دقت بکنید که دقیقاً به همین شروط انجام بده. ابتدا بهترین نوع سنگ برای موکل دار کردن عقیق. دوستان میدونن که عقیق، حالا معمولا میگن عقیق یمانی، بیشتر از یمن میاد. عقیق مخصوصا عقیق سلیمانی همون زیاد مهم نیست. هر نوع عقیق باید خب معمولا از عقیق سلیمانی استفاده میکنن. این عقیق سلیمانی به راحتی موکل دار میشه. البته هر سنگ گرانبهایی را و حتی بعضی سنگ‌های دیگر هم میشه موکل دار. اما عقیق از همه اینها راحت تر میشه. حالا ما شروع میکنیم. ابتدا یک ظرف مسی بگیرید. این نکته خیلی مهمیه که ظرف حتما مسی باشه. اندازه ظرف مهم نیست، ولی اندازه نربکی باشه یا اندازه کف دست باشه. فقط یک ظرف مسی باشه که سرپوش داشته باشه، در داشته باشه، بتونی سری روش بزنی. این ظرف مسی رو در داخلش عنبر سائل بگذارید یا همون عنبر مایع که هست تو اتاریا هست، شما میتونید اینو تهیه کنید. تو این ظرف به اندازه، البته اون مقدار به اندازه خاتم شده. مثلا اگر ما بخوایم این سنگ، این یاقوت رو ما موکل دار کنیم، باید خیلی کم، مثلا بازم بسته به نوع ظرف داره، داخلش بریزیم تا سر این بیرون باشه. یا به قول علوم غریبه این میتونه تنفس کنه، نباید اینو توی عنبر سائل غرق کنه، باید یک کم اندکی از این بیرون باشه که این تنفس کنه. پس به این نکته توجه. این ظرف مسی رو بگیریم، خاتم رو قرار بدیم داخلش. البته اول عنبر سائل رو بریزیم، بعد خاتم رو بذاریم داخلش، بعد میتونیم عنبر رو مثلا مقدارش رو میزون کنیم. بعد سوره فاتحه 21 بار، آیت الکرسی 21 بار، سوره کوثر 21 بار. درست شد؟ بعد از میان سوره جن یا سوره یاسین یکی رو انتخاب کنید. این دوتا رو ند بخونید، یکی از این دوتا سوره رو انتخاب کنید. اگر میخواین سوره یاسین رو بخونید 21 بار، دیگه سوره یاسین رو بخونید 21 بار، دیگه سوره جن رو نخونید. یا میتونید سوره جن رو بخونید 21 بار، سوره یاسین رو بخونید. انتخاب بکنید، خودتون انتخاب بکنید که کدومش رو بخواید بخونید. البته من به شما پیشنهاد میکنم اینو بخونید، این بهتر. سوره یاسین بخونید بهتر،
چون باید این موکلاش قوی تر هستن، یعنی طبعشون طوریه که شاید مثلا زود نپذیرن. سوره یاسین موکلاش خیلی راحت انسان رو کمک میکنن. مثلا تو علوم غریبه باشه میدونن که موکل سوره یاسین خیلی راحت تر میان و خیلی احضارشون آسان تر. سوره جن یکم سختی صبرش بیشتر. پس این چنین شد یک ظرف مسی خاتم رو توش قرار بدید، عنبر سائل رو به مقداری که این بتونید تنفس کنید توش بدید، سوره فاتحه، آیت الکرسی و سوره کوثر رو بخوانید. بعد هم از این دو سوره هر کدوم خواستید دقیقاً به همین عدد قرائت بکنید. بعد این ظرف رو سرش رو بزنید و در یک مکان تاریک به مدت 7 روز قرار بدید. به مدت 7 روز قرار بدید. بعد از 7 روز خاتم موکلدار میشه و میتونید با انگشتتون بکنید ازش استفاده بکنید. دقت بکنید که تقریبا 7 روز میشه، کمتر زودتر بیرون نیاد. امیدوارم که این درس برای شما مفید بوده باشه. من جرقات ابلیس هستم.